اساسی که امروز ما را صوفی و کافر میگن علمشون میگن. اساس بیزنس اینها، تجارت صوفی ها برباد رفت. صوفی ها در هم تاجیکستان، افغانستان، در دیگر جایها اینها نقطه ها دارند، توچکه های بیزنس تجارت دارند، میلیون ها کار میکنند. میلیون. در تاجیکستان صوفی ها به خاطر یک منطقه توچکه میگن، روس در روسیه این نقطه توچکه، به خاطر توچکه کشاکشی میکنند، همدیگر را تکفیر میکنند. قرغان توچکه من است، کولاب توچکه من است، دوشنبه نقطه من است، تو به دوشنبه نبی و وحدت برای من است. اگر یک مولای دیگرش به وحدت رود، اینش نیشه تکفیر میکرد که نقطه من گرفتی، آشی من گرفتی، نان من گرفتی، شکم دم من پس کرد. اینها همین یک منطقه را ضبط کرده هستند. اینها دزد، فسادکار، راهزنها، این ریکت ها همین منطقه را، مردمی همین یک منطقه را غلام میکرد. یک صوفی یک منطقه را غلام میکرد. چه مردم رفته دستی صوفی را بوسند، پایش بوسند، دیگر جایش بوسند، تمام لباسش بوسند، حتی همین موتور ماشینی که دارد، همین بلانی که ماشین دارد، همون لیسن به زیر موتور ماشین همون صوفی گلیم گذارند. پای افضال روسیل این صوفی را لیسن، پول بدهند، تمام مال ملک بدهند، دخترشون بدهند، سبحان الله زنشون صوفی با فریب داده بگیرند. 3 طلاق داده، این من یک بار با یک شب نگیرم نمیشد. این صوفی آخر در حالت کیف است و صفا هست و لذت است. این در یک منطقه پادشاه بر این زندگی میکند، باور بکنید، مزه کرده زندگی میکند. صوفی نماز نخواند، به نماز جماعت نبراید، اولیا در مکه نماز میخواند است. کنی این صوفی پیشوای شما، امام شما میگن اولیا مکه رفت. کیف و صفا است، روزه ندارد، الولا ندارد، البرا ندارد، کارش زنا کردن و دشنام و کیف و صفا و شیلنگ ماندن و اینا هم باشد. آخر وقتی که ما عقیده صحیح میگیم، به ما اگر اینها دشمنی نکند، کی دشمنی میکنه؟ زیرا که دعوت ما زنده کردن مردم است. ما وقتی که دعوتمون به مردم میرسد، مردم زنده میشوند، میگن این صوفی آخر این امام نبود است، این یک احمق بود است، این دجال بود است، این یک شیطان بود است، این ما را خور کرده است، ما را غلام کرده است. میخیزن به فرق سرش میزنن، به فرق سرش میزنن، لگد بارانش میکنن، میبرونن به یک جای دیگرش میپرتن. لیکن انا همین امروز از همین جهت صوفی ها در حالت لرزه هستند که اگر این دعوتی که ابو محمد مدنی و برادرها این کرده ایستاده است، اگر در تاجیکستان به پررگی منتشر شود، دیگه ما جای ما کجاست؟ جای شما زباله هست، جای شما موسرگاه است، شما دیگر جا ندارید. یا توبه میکنین و در زیر پای همه میسین. توبه، شما هم پای افضلای تخت کرده میسین بعد از توبه که الله توبه شما را قبول کند، صادقانه بروید. برای همین اینها نمیخواهند، برای همین اینها نمیخواهند که این دعوت پیش رود. به خاطری انا همین آبروی خود، کیف و صفای خود، پول مال خود، به خاطر اینکه همه این مردم غلام اینها است، اینها تاجر هستند. برای همین اینها نمیخواهند، برای همین اینها تا آخرین نفسشان، چله که همین طاغوت ها، پرزیدنت ها، پادشاه ها هست، تا مردنش جنگیده ناداد میمرد. اینا هم همین خیلی است. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد، باطل نابود شدنی است، آب شدنی است، ریختنی است، همانو که باطل نابود میشه. و ان شاء الله ما دعا میکنیم که انا همین باطل، عقیده شما صوفی ها، اشعری ها، ماتریدی ها، رافضه ها، حزبی ها، طاغوت ها، امیدواریم و از الله طلب میکنیم که به ما، به جوان های اهل توحید ان شاء الله نابود میشه. ان شاء الله نام ما را میشنید بلرزه میدارید، زیرا که این حیبت داده الله است. بارک الله فیک. خوشبخت شود. ببینید ای مردم، تا امروز، تا انا همین روز شما بسیار شنیدید، شما شب روز میشنوید که ابو محمد مدنی تکفیر میکند، برادرهای ابو محمد مدنی تکفیر میکند، یا که اینا ما را خوارج میگن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تکفیر میکنند. اولا ما بگوییم که کی را تکفیر کردیم؟ آیا ما یگان نمازخوان تکفیر کردیم؟ آیا اهل مسجد تکفیر کردیم؟ آیا همه مردم مسلمان بالعموم کافر است گفتیم؟ قسم به الله که نه. ما انسانی به نمازی که کفر شرک ندیدیم از او تکفیر نمیکنیم. ما اهل مسجدی که در اون کفر شرک ندیدیم تکفیر نمیکنیم.
ما مردم بالعموم تکفیر نمیکنیم، مسلمان میگیم اگر علامت اسلامی ظاهری داشته باشه. ما همون کسایی رو تکفیر میکنیم که الله و رسول تکفیر کرده باشه. یعنی خودش مسلمان گوید و قبر پرستی کند، خودش مسلمان کند دشمنی الله باشد، خودش مسلمان گوید حق الله دعوا کند و حکم به حکم غیر الله کند، مراجعت به محکمه طاغوت کند یا که حکم علم غیب کند. خودش مسلمان گوید مسخره و شوخی استهزاء به دین کند، خودش مسلمان گوید یهود و نصارای برادر بگوید، خودش مسلمان گوید و بر علیه مسلمین بجنگد، خودش مسلمان بگوید قبر پرستی بکند، خودش مسلمان گوید قرآن انکار کند و دشنام بکند. انا اینها را تکفیر میکنیم. من باوری دارم، باور بکنید قسم به الله که همه مردم مسلمان عادی که هست، عادی ها در تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، ها در ایران، مردم عادی این چیز قبول دارند، به فطرت قبول دارند. قسم به الله به مردم عادی بگوید که یک کس بیاید الله دشنام بکند، رسول الله دشنام بکند، مسخره کند، قبر پرستی کند، چی میشه؟ حلال الله حرام میگوید، حرامش حلال میگوید. مردم عادی دلیل حالی نمیدن، میگوید که بله این کفر است، کفر است. ما دینمون بارک الله فیکم در اساس قرآن و سنت همین است. همین عقیده صحیح ما را صوفی های قبر پرست، خوارج، صوفی های مشرک آمدند و گفتند که اینها خوارج است. برای چی؟ برای اینکه ما را تکفیری گفتند. انا کنون امروز خود شما گواه هستید که همین صوفی هایی که تکفیر کردن نمیخواهد، صوفی هایی که گویا که تکفیری نیست، گویا صوفی هایی که ضد تکفیر است، آمده یک گروه را باز میکند که ابو محمد و کسایی که ابو محمد گوش میکند همیش کافر زنیش طلاق کند. انا اینه میگن خوارجی. برای همین ما در درس هایمون، در حلقه های گذشته، در صحبت هایمون گشته و برگشته میگفتیم که خوارج حقیقی انمین صوفی ها هستند. همون صفتی که پیامبر برای خوارج ها گفتند که یدعون اهل الاوثان یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان، اهل اسلام را، موحدین را، یکتا پرست را، مسلمان ها را کافر میگویند و میکشند، اما خبر پرست ها را و دیگر از مشرکان را ترک میکنند و خودشون مشرک. مگر صوفی همین صفت رو دارد یا نه؟ امروز صوفی ها رو ما دیدیم یا ندیدیم که ابو عبیدالله متوکل رو به قتل رسانید، مصطفی درویش رو به قتل رسانید رحمهم الله، و ده ها دیگر از علمای اهل سنت رو به قتل میرسانید. اول کافر میگد بعد به قتل میرسانید. اما به یهود و نصارا خوب است. انا همین صوفی ها مگر خوارج نیست؟ خوارج است. صوفی خوارج است. رافضه لعین برادر صوفی ها خوارج است که همه اهل سنت میگد که همیش کافر است و صحابه ها رو هم کافر میگه. این صوفی ها من و شما رو به خاطر چی حاضر کافر گفته است؟ قسم به الله هیچ بدیه از ما ندید، بجز عقیده ما، بجز آیت قرآن، بجز سنت، بجز انا همین اعتقاد سلف صالح. ما الله رو در بالای آسمان میگوییم، برای اینکه الله در هزار جای قرآن این را ذکر کرد، در صدها سنت و اثر صحابه این ذکر شد، به اجماع همه این مذهب و سلف صالح است. ما میگیم الله نامها دارد و صفاتها دارد و به ظاهرش به زبان عربی قبول میکنیم. به همین خاطر صوفی ها میآید اهل سنت رو مجسمه کافر میگن. شما گمان نکنید که صوفی ها فقط ابو محمد مدنی رو، صوفی ها هم ابو حنیفه رو، هم امام شافعی، مالکی و احمد بن حنبل رو مجسمه میگد. به همین خاطر، برای اینکه ابو حنیفه الله در بالای آسمان میگفتن و تمام نام ها و صفاتش قبول داشت. بعد از این ما میگوییم ما دینمون از قرآن و سنت با فهم سلف این امت گرفته میشه. صوفی ها برای همین شده کافر میگن. برای چی؟ برای اینکه صوفی ها دینشون نه از قرآن است، نه از سنت است، نه از سلف صالح است. دینشون از مرده ها در درون قبر است، یک، یا دینشون از شیطان است که به واسطه جن های شیطانی، یا دینشون به گفت خودشون وحی از جانب الله است. برای اینکه صوفی ها میگن حدثنی قلبی عن ربی، قلب من از رب من میگه چی خواهم میگه. ضد قرآن و سنت هستند. برای اینکه صوفی ها میگن که این قرآن برای آدم های احمق است، اما آدم های ما، صوفی های زور، عالم های بهترین، مسلمان واقعی
این قرآن درونیش اند مخصوص جاها شای ما اینو میفهمیم شما نمیفهمید. سبحان الله. دین صوفی افسانه است، دین ما قرآن و سنت و سلف است. برای همین صوفی با ما دشمنی دارد، برای همین ما را تکفیر میکنند.